سر من دنیا روشن و زیباست وقتی هستی برای من خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوام خاکی پایت مادری جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوام خاکی پایت مادری جان شوام خاکی پایت مادری جان مادر جان دیدی من مادر تاج سر من دنیا روشن و زیباست وقتی هستی برای من خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان السلام علیکم دوستان بیننده های عزیز امروز ما در باغ سنگ شاه در یکی از آن باغ‌های استراحتی برای تبریک کردن جشن زادروز مملکت خال آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان از نام گلچهرایتی از نام گلیزارایتی لایقکه از مسافرت از نام رستمکه از نام کلین پاشاها سرنوزایتی و سنوبرایتی تبریک میگویم. لحظه های خرسندی را پیشکش میکنیم. با ما باشید. ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز خجل تباران و همه شما استراحتی خوش میخواهیم. من امروز با جشن زادروزی مادر عزیزی خاندان همه دیدار همدیگر را میبینیم. مملکت خاله زادروز دارند. روزی زادروز مبارک باشد. مولود خجسته را مبارک باد میگویم. الهمون یعنی استقلال روشنمک و نزدیکتر است. ما از همونجا تبریک میگویم شما را. مرحبا یعنی فرزندان مرحبا گذارید یادشون با مملکت خاله زادروز مبارک. روزی تولد را امروزه مولود خجسته را برایتان مبارک باد میگویم. همراهی استکلان دهه آحریفی ما روشنمک عمری دراز خوشبختانه نصیب کند. همیشه در سر فرزندان سایه‌بان شده گردید. امروز شما را از نام فرزندان عزیز که همچون در روز زادروزتان چقدر سورپرایز کرده آمدن از مسافرت از نام گلچهرایتی از نام گلیزارایتی از نام برادران لایقکه از مسافرت از نام رستمکه از نام کلین پاشاها سرنوزایتی و سنوبرایتی نبیره های بیشمار عبیره های بهترین شما را تبریک میگویم. گفتن مادر عزیز مادر مهربان مادر زیبای ما فرشته خاندان ما من امروز در دم پیری از سوی دستی پدرم نگاه داری پدر عزیزی ما امروز زادروز دارند. خدا کند که در سری ما سایه‌بان شده گردند و دعاگوی سری ما باشند. ما فرزندان را با مهنت حلال با نهمان استاگی پدر با یک لقمه های حلال ما را کلان کردند. هستیشان برای ما بخت و تخت و دولت است. دوستشان می‌داریم و همیشه می‌خواهیم که پدرم صحت سلامت شوند و همراهی مادرم و زیارت حج نصیب کند. ما نیت‌های کلان داریم آرزوهای کلان داریم با آن آرزوهای ما پدر مادر ما لایق هستند. مادرم چنین مادر هستند که در روی دنیا از همه زن زیباترین. مادرم را به چشم من بینید. سر و پا نور و صفاست همگی مهر و وفاست.
مادرم را به چشم من بینید مادری من زیباست مادرم را به چشم من بینید جلوه نوری خداست از برایم یک تاست مادرم را به چشم من بینید مادری من زیباست مملکت خلا هر فرزند میگوید در دنیا از همه زیباترین زن مادری من است همیشه مانند امروز صحت سلامت باشید هزار رحمت از نام فرزندان که از سایه دستی پدر هستید همیشه مانند امروز صحت سلامت باشید هیچ وقت خستگی را نبینید روزی زادروزتان مبارک باشد مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم مهر پنهانی دلم را من چه خیل آشکار کنم گر متا توفه بگیرم شود آن به نشان دسته گل هدیه سازم تیز میگردد خزان پس چرا در روز زادروز توفه بین مایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان امروز تمام زر و زیور دنیا را پیش پایتان بیاریم کم است چون شمایان همراهی روشنمک فقط مهنتی حلال کرده فرزندان را خواندید صاحب کسب و هنر صاحب بخت و آینه کردید هزار رحمت تشکر برای هستیتان و البته امروز در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است پیشکش شما میکنیم مادر جان خدا کند که همراهی روشنمک زیارت کعبه الله نصیبتان کند مرحمت تقدیم میکنیم در چیکسم yanımda oturup yotgan bu mening onam bu mening onam har bir istagim chorasini topgan menga tosh otganga jonini otgan dar cheksam yanımda oturup yotgan و البته گلدسته زیبا از نام فرزندان برای مادر عزیز قبول کنید مادر جان مرحمت این از باشد از نام نبیره ها مبارک باشد گلچهره آیتی گلچهره آیتی مرحمت سورپریز کردیم سورپریز رو در آخر دلشون تنگ شد که مادرم من ببینم نمیشود گفتن امروز برای تبریک شما آمدن از مسافرت گفتن مسافر بگرده مگر قدر مسافر رو مسافر میداند از هر روز از هر ساعت خبرگیری من تلفن میکنن دعا میکنن زنگ میزنن انا همون تسلی هایشان انا همون دعاهایشان برای من درمان است و هر بار در مسافرت باشم میگویم دلم خواهد روم بر کوی مادر وجودم پر شود از بوی مادر تمامی روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر مادر امروز روز خرسندیتان مبارک باشد گلچهره آیتی نیت‌های نیکتان را برای مادر میشنویم مرحمت السلام علیکم خوش آمده مهمانکای عزیز هم یکتون خوش آمده در یکم میرویم سر ساله شما این کتی خوش پیر شما بیچاره اما شما به من نیستم دادا من یا کسی که تو من همه کل نکوی عزیزم دیگه شما بهم رحمتی کلون کلملا رحمتی کلون داد یک من یا کسی من نیستم جایی که من با نامعلوم کردن یا کسی گریزار تو بهم رحمت دوستم کجان جای مسافر بستی صاف سلامت که رسیده بیا کجان هم یک تو خوش آمده رحمت رجدنی بیم با اومده گیوتون با بی جان سر سالا شوه گیره نکنه داد یک من یا کسی که تو با رحمت حسین جان کجا رحمت همه دل شیفته میگرده شما با رحمت حضوری بچه کتو مبینه سب سالا شوه شما یک رحمت خوش آمده هم یکتون با یک بار میکن نوری دیده تو جیسن کلام رحمتی کلون دادا جان من یا کسی جایی که من با من یک عمر مسافر بستم رحمت میکن شما با بیم میگم کل نکام دیگه کام با اوقتا کوی کده میشینم سمی کلامی دادا جان شما یا 100 ساله شوه دیم که پوشه پیر شوه رحمت
علیکم همه کتون با شما دیم روز درجدنی بیم جون با بیم 100 سال شده روزای خورسندی فقط بینه روزای نیکه بینه فقط از رای دور از نمی خودشون تبریک میکنم از نمی آیلام تبریک میکنم لیم 100 بدره اولا بار السلام علیکم مهمانان میزبانان خوش آمدید میگویم هر یک قدم های شمایان را خوشپذیری کرده شخصا از نام خودم از نام خانواده که امروز خورسندی بالای خورسندی است آنا جانم زادروز دارند پدر و مادرم از راهی مسافر آمدن زادروز مادر جان آنا جانم و آنا جان الهیم صاحب سلامت باشه بابام که خوشه پیر به دولت شده کرده صدقای ما به سایبون شوه الهی ما هم مامون شمانه نرس نبینه بابا یکم بیم الهیم الله مهربان شفای کاملیتی الهی بابا جان صاحب سلامت کرده صدقام با السلام علیکم خوش آمدیتان هموطان امروز درجدنی بیملام الهیم بیملام صد بدرویم همه وقت خوش و خورسند گردن ملامت من نقشوم الهیم گیاشون پیری به دولت شده حضوری ما فرزند و نیوره ایورایه بینم همه وقت ساخ سلامت گردن السلام علیکم مهمانان گرامی لطف فرمایید من از نام خودم از نام عالم آنا جان عزیزم را با روز زادروزشان تبریک می نمایم الهیم 100 ساله شود بابا جانم که خوشا پیر شود با یک بار زادروز مبارک آنا جان Бабушка весело, с бабушкой играем, пирог печет, говорит, укошает. Улыбка, как лучших глаза доброта, пусть будет всегда счастлива. С днем рождения, бабушка. Лучше столетий, живите до конца жизни счастливо. Assalomu alaykum zotrazatım ki tabrik mekunum amajon doim ki salvature samsolashda garde bu dadaman yo'q kaytum rahmat bo'lgan nikoh rahmat doim ki hazır solashabe sari momo salomat garde Assalomu alaykum mehmononi aziz va hamja omade hurmatli omade rahmat hammaga var. Mana imroz model azizam Benim sarpa duruyorum. Bakın onunla çok selamat boşan. Adam çıkındaki hamma orzu havası var. Der vay diloşum ham otun niyatotun var ase. Rahmeti kalmam o. Assalomu alaykum tabrik mekunam jon sad badre sari momo sog' salomat garde bobosh men sad badre sari nevaro sog' salomat رحمت اکنون مهمانان حاضر از نام فرزندان برای مادر عزیز که زر و زیبا را پیش پایشان گذاریم کم است گوشوارهای تیلاس تقدیم میکنیم خودشان میگذارونند مرحمت مرحمت مبارک باشد و البته برای از حال مسافران خبر گرفتن چهره زیبای مادر را دیدن تلفن ها هست برای مادر جان عزیز برای آنا جان از نام نبیره ها مرحمت تقدیم میکنیم مبارک باشد باشد شیرینی داریم پیششان برفته میگیرونیم شمهایش را یک جای شیرینی را میبریم خدا کند که 120 سالگی تا ما آمدن تبریک کردن نصیب کند مرحمت زادروز مبارک Здесь сегодня кайф и танцы без ограничений.
اویتی داره چویم کار در یک جایه بله زارتی این طرف شام بزنید لای خکه بید چویم بله برک تنالا کرد لای خکه بید یک جای شیرینی هم بریم Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули да Польше, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. از مهمانان نیت ها را میشنویم علی سلامک آغاز میکنم مرحمت چی تگم از نگیرید از او سلام علیکم همه اکوتون با مملکت دوتی لای من امنیتوی چیانو گفتگی و آرزو عمل بوشه اویلتون یکم مجرد تینجی روشنکن سلامتی سیحتی میخواهیم همین فقط روزکوی ناس همین نیبارتوی فقط رسونتون سو سلامت باشه 120 ساله شوی روشنکم که دیوتون فقط نیبارتوی کنی کنی سیحت سلامت باشه رحمتی کلام السلام علیکم منم با امنیتی همراه من امین مملکت دویتین و صحت سلامتی بردوام دیوشون خوشا پیر شوند عمرشون دراز باشد 100 ساله شوند خوشوقت من نیوارو کتی یک جا عمر گذرانی کنم ساق باشند سلامت باشند تینجی باشه امانی باشه همه با السلام علیکم مهمونکو مملکت دوی پایین قصاله بینه شسته بسته بینه پایین شسته سال عمر بینه بزرین اورایه بینه روشنکم کتی کوشه پیر شوه گر کسان نشه همه یکاتون به رحمت شما ده السلام علیکم مهمانای کرامی همه یکاتون خوش اومده همسایم خواهر خودم برای الهیم سال باش سلامت باش الهیم سال پیغمبر بدر اومده الهیم عمر دراز بید حضور حلاوت فرزندو نبره ها پسر و دخترها همه حضور حلاوت شبید الهیم روشنکه که خوش بری به دولت شب الهیم سفرهای حج نصیب روزی کنه تا الهیم عمر دراز است فراز بید فقط رضای نگه بید الهیم فقط سال باش سلامت باش خوش بری به دولت شب سلام علیکم مهمانان آیتی جان تولدتان مبارک شود 100 ساله شوید حضور حلاوتی بچه‌تان بینید روشنکیم که کشته پیر شده گردتان اللهی مهربان شفات یا ساق و سلامت گردتان همه وقت السلام علیکم مهمانای محترم آیتی جان زادروزتان مبارک شود لایم 120 ساله شوید لختون بچی آرزوی نیت داره هم یکش عمل به اجرا شود اکم کتی خوشه پیر شوید حضور حلاوتی فرزندای نوروی دیده کرده این گشتینه دل نجدینتون کرد و
من می‌خواستم که وارث کنم بروی خدا خواهد نصیب باشه. خیلی شد. اکنون الان همون نیت ها با اثباتش. یک جای میرقصیم امروز روزی زادروز رو با یک درجه اعلا میگذرانیم. مادرجان عزیز زادروز تا مبارک باشد. مرحمت سرودهای شو. امروز روز استراحتی است برای شما. یک جای استراحت میکنیم. مرحمت. ای یار بیار دلدار بیار دلم رو
گشتالله ناز بدن گشتالله گشتالله دله دله ناز بدن گشتالله موی جنگیله با من نکن تو گیله مده خری گلابی با من نکن تو گیله خدای موی جنگیله با ما نکن تو گیله ناز درشمت بیکوش اشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتالله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتالله 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 ناز بدن گشتالله گشتالله دله دله ناز بدن گشتالله عزیزان در باغ استراحتی سنگ شاه مادر عزیز مملکت خاله را در روز زادروزشان از نام فرزندان عزیز تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را البته خنده های کودکان را همراه شما بخشیدیم. با ما باشید با شبکه شهنام و خود را احتیاط کنید.